سه راهی از هم بهترین است که با طریق آن این بود یکمین از سایت‌ها یکی در اینجا کور هزارها کور هست. در اولی جای کور استادنشون میتونن 4000 5000 دلار اولی معاش داشته باشند. معاش اونها 18000 20000 درهم تقریبا این 4 5000 دلاری آمریکایی. زیاده از 4000 جاب یا وکانسیا هست. برای شما شاید بگم که تو کلان سال شدی یا که تو دیپلم نداری یا که تو کارگر هستی یگان کارهای ترویکا میکنی یا گویند که تماما پروفسی تو دیگه است اوجه دیر شد. این به این گپ ها یگان وقت داده نشوید. یگان وقت دیر نیست و همه وقت کلید آینده خوشبختی شما آینده زندگی شما در دست شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به کانال من و چه که فهمیدید امروز صحبت ما درباره کار فعالیت در دبی. بسیار میپرسند که آیا کار هست در دبی یا میتونیم که ما اومده کار کنیم نو بسته از پروفسیا چه خیلی که آنها کار از چه خیلی که کار نمیبرانده باشند و حتما جواب من همه وقت و همیشه اون است که حتما هم میتونن. برای آنکه در دبی تقریبا 90% انسانایی که در اینجا زندگی میکنن از اکسپات ها هستن، یعنی از خارج دولت به اینجا اومدن و وقتی که به 9 میلیون انسان ها در اینجا زیاده از 9 میلیون انسان ها در اینجا کار فعالیت یافتن و زندگی خود رو پیش میبرن، چی میشه که مثلا 1000 2000 5000 10 15000 توجیک ازبک یا یکان دیگه نتسنن است. وقتی که اومد برای کار برای اون کس زیادتی یا مشد نمیکنه. چخیلی که میگن شف نگفته سراز شفتولی میگذاریم و بیاد من امروز درباره چخیل کار یافتن در دبی برای شما نشان میدم. در زمان معاصر در تمام دولت ها یک چند راههایی هست که با اون طریق شما میتونید برای خود کار و فعالیت مشغولیت دریافت کنید و همچنین در دبی سه راههایی هست. سه راهی از هم بهترین است که با طریق آن شما میتونید برای خود مشغولیت یا کار فعالیت به خود یابید و امروز باشد تنها یکی از همه بهترین اون راههایی که با بینندگان برای شما زیاده همین روزها زیاده از 10,000 جای کار و فعالیت پیشنهاد میکند با شما نشان میدهم و گفته میگذارم. دوستان با شما اول سوال ویدیو پاوز زیر کنید و با این سوال اول جواب دهید که در این زمانه در این سالهای آخر از همه کدام راه و بهترین راهی که برای کاریابی کدام طریق است؟ جواب دهید. در کامنتار اول جوابتون رو نویسید بعد تشریح گوش کنید. کسی به این سوال صحیح جواب داد مولدس قند بزنین. تشکر زیاد بر شما. این حتما چی است؟ آنلاین، یعنی یکم در یکم جایی میستد برای کارکوبی برای مشغولیت یابی در تمام دنیا و اینچنین دبی و حکومت ها بسیار وزارت های دبی تماما به پررگی به آنلاین گذاشتن و اینچنین کاریابی و ریزومه و وکانسیاهو همش بسیارش به طریق آنلاین است که این در بسیار حالت ها برای شما مفید است که نه آمده دیستانسیونی از شهر خود از دولت خود در جایی که نباشه ایستاده در دبی کار یابید. و نهایت بید من با شما این موقع ها را این سایت ها رو برای شما نشون میدم و همراه میبینیم که در کدام سایت ها و چند مشغولیت ها و برای کدام تخصص ها حاضر در دبی کارها هست.
якумин сайт که برای شما میخوام امروز نشون دهم این dubaijobs.net. شما میتونید اینجا دارید و نگاه کنید که مثلا چخیله کارها یا وکانسیاها در اینجا هست. چخیله که میبینید همه این объявление یا وکانسیاهایی که داشته شده است این آخرانش مثلا حتی 24/01/2021 یعنی همش اینا نو است. ما میبینید دوبای بیزنس دیولپمنت منیجر. هر یک کس با направление خودش میتواند در اینجا درات و من همه این وقت نداریم که امروز برای شما نشان دهم در اینجا گفتگو کنم. مثلا اکاونتینگ، فایننس، ادمنستریشن، بانکینگ، مثلا شما با بانک و با اون چیزا کار داشته باشید مثلا میتونید در اینجا مثلا درایید بینید. کاستمر سرویس یا بیوتی فیشن یا مودیو، مثلا سالن های زیبایی کار کردن. انجینیرینگ اینجا میبینین. هاسپیتال آیلندز مثلا ایرپورتو، авиалиния ها یا هاسپیتالیتی یا گاستینیسه ها. لیگال این یوریسدیکسیا اگر شما معلومات یوریدیکی داشته باشه اینجا. لاجستیک اینجا میبینیم. میدیا مانیفکتچرینگ اینجا زواد ها. اویل اند گاز اینا میتونیم میبینیم. البته در دبی وظیفه‌های هر خیلی هستن که مثلا سالری зарплатаشون میانه است یا بالا است و یکی از اون направление یا وظیفه‌هایی که مثلا چیاشون کلان است зарплатаشون یا معاششون این اویل و گاز یعنی نفتянiko. برای این هر اون کسی که مثلا تخصصی نفتяник داشته باشد میتواند با اینها من میدارید. این حتی اونی که الان دیدی دادیم این پست های یعنی объявление های 24/01 من میتونم اینجا در مورد اپل подавать اینجا میخونید مثلا چی требования دارند، باید کاندیدات ها با چی skills یعنی способность ها باشند یا مثلا دیپلم چی خیلی داشته باشند نداشته باشند. من اینجا بنویسته است که مثلا bachelor degree инженеринг, средняя специальная колледж یا школа бошад мешад, высшее образование бошад мешад. این نشبینه من اینجا در اینجا در بعد جاهاش می نویسم که مثلا چیش зарплаташ نبینید در همین یک специальность اویل و گاز نفتянiko چند صد وکانسیاهایی که نو من برآمده است. این وکانسی‌های کنونی من برای شما نشون دادگی نیستم، این همش نو است. اینجا میتونید مثلا اینجا دارید من خیلی که ویبار کردم ویبار کنید که مثلا الکترونیک کسایی که مثلا با الکترونیک کسی کار داشته باشند فهمیششون باشد یا специальностьشون باشد در اینجا دارن مثلا کار کنند. اینشورنس، страхование страховые компании، این образование، گرافیک دیزاین دیزاینرایی که مثلا اوپت دارن میتونن مثلا در اینجا مثلا دیزاین میگیره میخواد گفتگو میکنه برای شما جاب های سنی میبرد. اینو ببینید برای دیزاینرها چقدر کارها هست. اینجا میگن که پرینتینگ وب گرافیک دیزاینر. این من اسپسیالیست هایی که مثلا دیزاینر رو مسئله چاپی و با کامپیوتر و با تکنولوژی سر کار دارن، образование دارن، پرکتیک دارن. نمیدونید ادوانس ایجنسی این کمپانی که با رکلام با رکلام نویسکه ها کار میکند. اینجا зарплатаش هم نوشتن که تقریبا 5000 درهم. اون зарплата هایی که یا معاش هایی که در اینجا نوشته میکنن این گفتین که نیست که مثلا حتما فقط همین قدر зарплата میگیرید بسیار نمیگیرید. این رو در وقت صحبت در وقت گذاشتن اینترویو شما مثلا از توانایی شما دیده، از سکیلز تالنت شما دیده یا образование شما دیده یا پرکتیکتون دیده شده این معاش ها تقریبا اینجا ازش گفتن که $1,500 ماهانه معاش. و حتما در دبی من مخصوص برای این کار فعالیت دبی باز هم ویدیو میکنم که مثلا چه خیلی شرایط و چه خیلی
چی چیزها طلب کرده می شود در دبی. مثلا که وقتی کاری باید از وزارت شغل اهالی مثلا حدود مانده است که از 8 ساعت انسان باید بیشتر کار نکند و 13 зарплата و باز هم medical insurance медицинское страхование داشته باشد و باز بسیاری کمپانی های حکومتی و خاصی هم مثلا اکومندیشن جای زیست میدین و پوتیوفکا یک بار در یک ساله. این چیزها رو من به شما در دیگه ویدیوها فکر میکنم مخصوص ویدیوها گذاشته میکنم. این خیلی که گفتیم این بود یکمین از سایت ها که در اینجا کار هزارها کار هست. شما اینجا ما زدیم فقط تمام کاتگوری های میتونید ادمنستراسیا управление فایننس هاسپیتالیتی ایرلاینز این در اتل کار کردن در اتل ها و در جای های توریستی دست примечательность است و در авиалиния ها یا در ایرپورت. نگفته نماند که اونه که گفتم که کارهایی که зарплаташون بسیار است مثل نفتیانیک ها باز هم ایرپورت ها зарплаташون هم خوب است و سیمین چیز این برای دکترها، یعنی دکترها بعضی هم پرسن که شاید دکترها هم اومده کار کرده میتونن یا نه. حتما میتونن دکترها اومده کار کنن و معاش دکترها از همه در عادی‌ترین больница از همه در عادی‌ترین پلیکلینیک در اول جای کار ایستادنشون میتونن 4000-5000 دلار اولی معاش داشته باشند و با رفت کار با بلند کردن پرکتیک این معاش ها تا 10,000-15,000 دلار و اگر در بالنیسه های خاصی پیش قدم و وی آی پی خوب باشد تا 50,000-60,000 دلار. حتما نگاه کرده به پروفیسیشون و تالنتشون کدام ساحه مدیسینی هست میتونن معاش ها گیرن. این بود دوستا یکمین سایتی که برای شما نشون دادم و در اینجا چه که دیدید و این هر یک چیز درآمد دیدن گریم. در اینجا چند هزار کارها هست و این همه وقت دیگه میشد مسافر. من این مسافر برای کار اینجا اگر خواستید که پیداوت کنید برای کار در اینجا میدارید و با اونها پیشنهاد میکنه خودتان. دویم سایتی که من برای شما خود نشان دهم این است دبی کاریرز، کاریرها در دبی یعنی کارها. در اینجا هم میتونید کاتگوری‌هاش ویبر کنید. در اینجا من آوردم که امپلایرز های کلانترین یعنی جاهای حکومتی یا دبی توریسم اینها کار پیشنهاد میکنن و در اینجا اگر در آمده میتونید مثلا سراچ требуется کارها هست. این والنتیرز اینش فقط با لوکال ها خاص است. میتونید مثلا education این учеба یا направление چی است Министерство образования, Health and Information and Technology. میتونید شما همش در اومده در اینجا بینید یا all job screen در اینجا میبینید که مثلا من چقدر کارها در اینجا هم هست. RTA این منیسترство ترانسپورت. این بود دویمین سایت دوستا. ببینیم با شما سیومین سایت. تماشابینان عزیز و گرامی، یک خواهش کلان از شما، این هم یک پراویلی امروزی که میخواستم برای شما فهمونم. این اتیکا یعنی شما اونایی که الان این موقع های دیدید، سایت ها دیدید، جای کار دیدید، به ندانستن اتیکه مثلا کاری، اتیکه رساله فرستانی، ایمیل فرستانی یا وکانسیا گفتن، کار گفتن، شما مثلا
و اونها یگو خطای خالی و من فلان چی از فلان جا کار گفته دادم، این خیلی کارها را التماس و خواهش کردم که نکنید. یعنی باید شما اتیکه کارکاوی، اتیکه ابشنی، اتیکه رساله فرستانی کار طلب کنی، وکانسیا کوبی، این چیزا خیلی خوب دانه. اونهایی که مثلا با این کارا سری کار داشتن یا معلومات عالی دارن، اونها خیلی خوب میدونن. اونهایی که نداشته باشن از شما خواهش که هم تو ایمیل رای کردن یا در اونجا تلفن کردن این کارا رو نکنید که در ویدیوی آینده من این چیزها رو برای شما میفهمونم. تماشابینان گرامی، باز هم برای شما خاطررسانی میکنم که برای یافتن اون سلکه هایی که الان این سایت هایی که برای شما من نشان دادم برای کاریابی در دبی، شما باید در پایین ویدیو نگاه کنید. ما سلک گروپ کاری ما گذاشته شده است. شما میتونید در اینجا دارید حسن الدین اتومبیلز و در اینجا جایی که سلکه ها گذاشته شده است، در اینجا همین اون وبسایت ها رو گذاشتگی هستیم. ما در این سایت نه فقط کور هست، فقط این سایت با تمام چیزها در فروش و خریدی، تمام الکترونیکا و تمام رکلامه ها، بسیار چیزها، ارنده اپارتمنت ها یا ریال استیت ندویزمست، در اینجا همه چیز هست. من حتما اون سلکایی که در اینجا گذاشتم در گروپ ما، فقط سلک به شما رو میبرد به حتما همون странички کاری یا جوبس یا کاریرز که شما زحمت نکشید برای گفتن. اینجا ببینیم مثلا ما در اومدیم دوبیز و اختیار کردیم دبی، فقط دبی. خیلی که کسی که نمیدونن گفته گذاریم که امارات فقط از دبی، یک شهر دبی نیست، امارات 7 شهر داره و ما از اختیار کردیم فقط دبی. ببینید که اکاونتینگ، این بوغالتریا 210 предложение کارها است، customer service, hospitality and restaurant, sales, продажа, продавцها که بسیار در торговые центрهای دبی، در مال ها، در بسیار جاها، تمام اونهایی که با روسی صحبت میکنن، از بلاروس و اوکراین و قزاقستان و از تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و از ترکمنستان، از تمام جا دیده میشد که در اینجا آمده کار میکنن در برند های پیشرفته. حتما اونا چیاشون بسیار است. اگر سیلز در بوتیک های برند های مثل در پرادو و مثل لویس ویتون و در اونجا کار میکنن، معاش اونها 18,000 20,000 درهم، تقریبا این 4,500 دلاری آمریکایی. اینجا میتونید دارید و اکاونتینگ، مارکتینگ، سیلز، اسوسییت همشه بینید و اختیار کنید که چی برای شما تو میده. این ترانسپورتیشن مثلا لوجستیک کمپانی ها یا مثلا رنتکار ها یا شورم ها، اینا هم هستن، میتونید ببینید. من این خیلی در ابیورینی ها خیلی که گفته گذاشتم زرپلاته های میگذارن. شما میتونید که تقریبا کدام زرپلاته کدام معاش با این کار، با این وظیفه پیشنهاد میکنن. اگر خواستید که مثلا در دبی نه در دیگه جاها کار کنید، در ابوظبی مثلا اختیار میکنید، میبینید اکاونتینگ، بوغالتریا، این هتل های، رستوران ها، نگفتن من که مثلا در رستوران ها هم تمام ملت ها کار کرده میتونن. رستوران استاف مثلا در اینجا شیف، پاور یا ویترز، این افیسان ها چکار میبینید. اینا همه شما ابیورینی های نو هستن. 23 январ، 19 январ، 18 январ. این بود سیومین سایت که برای شما برای کاریرز نشان دادم و باز هم میتونید مثلا اختیار کنید شارجه. اینجا ببینید چند در کدام направление خیلی وظیفه ها هست. اگر کسی که مثلا میگن که من این استفاده بگم نمیتونم چقدر ندیدی برآمده نفهمیدی دادم، اگر تماما نفهمیدی کارو برای شما نیست. باید انسانی که کار میخواهد، باید انسانی که کار میکند و مقصدش کار کردن است، باید این چیزها رو فهمد. اگر نفهمید باید از پای آموختن شود.
اگر کسی به شما گفت که بدون زبان ندانستنی مثلا یگون زبانی مخصوص تو نمیتونی در دبی یا در یگون جای دیگه کار کردن، اکثریت 90% این انسان ها خودشون وقتی که در یگون دیگه دولت رفتن زبان خیلی کم میدونستن یا حتی اون چیزی که میدونستن در اون دولت بسنده نبود، یا بسیاری ها حتی من در پرکتیک خودم خیلی انسان ها رو میدونم که ندانسته در خود دبی هم در دیگه دولت ها سفر کردن و کار فاعلیت و زندگی خود رو تماما دیگه کردن. برای همین این گپ ها را انسان های میگن که موتیواسیون کردن نمیخوان دیگر را یا خودی ساخت این انسان ها برای دیگر ها ممنوعیت دادن. برای همین به این سخن ها گوش نکنید. حتما که مثلا در دبی هم بسیار پروفسیا ها بسیار تخصص ها دانستن زبان طلب میکند، ولیکن کسایی که زبان هم نمیدونسته باشن حاضر من برای شما باز دیگه وبسایت ها یا طریق مخصوصی آنلاینی نشان میدم که با اون طریق شما میتونه مثلا با دانستن زبانی مثلا روسی یا با دانستن زبانی مثلا فارسی برای خود کاری یابید در دبی و عیار نباشید. اگر که مثلا زبانی انگلیسی که لازم شد شما میتونید در 3 ماه در 6 ماه شما تیاری بینید و زبان اول آموزید. شکر خدا که حاضر تمامی طریق ها تمام راه هایی که مثلا برای آسان آموختن تمام زبان ها خصوصا انگلیسی هم آنلاین هست هم مخصوص لگپید ها هستن معلم های خصوصی. برای من اگر شما خواستید عیار نباشید. یگان کس شما برای شما مثل اوقات نه زبان نه یگان کار بر کسی شما بردان شما ورده نمیتید. شما برای حیات خودتون برای زندگی خودتون باید خودتون پلان مانید، از روی این پلان کار کنید و حیاتتون رو پیش برید. بیا در بین موضوع کمی ماینه را دم میدیم و بگم که الان من در دبی کریک پارک یا دبی مینی گلف وجود دارم که در اینجا دبی کریک است. آبی که دبی دو دبی اجزا میکنن، بر دبی و دیر دبی، و اینجا مینی گلف کلاب یعنی در اینجا گلف میبازن و کسایی که میخوان در اینجا میتونن اومده ثبت نام کنن و اینجا اکادمی گلف هم هست. و اینچنین در اینجا یکی از یخت کلوب های دبی هست و در اون طرفی آب باشد یکی از خوشروترین و بزرگترین پارک دبی کریک پارک و یکی از درازترین کنار دراگه در اون طرف آب می باشد. خیلی که میبینید این همون دبی کریک است که دبی رو با دو جدا میکند. اون طرف بر دبی و این طرف دیره. و خیلی که میبینید اینجا پارک حیات یکی از هتل هایی که با فکر من در جای تینج و در جای بی آدم قرار گرفته است. با اونهایی که با اون آدم هایی که معقول است ادخی یا سیاحتی بی شوم و بی آدم اینجا از همه جای طلعه است که از همه جای زیلی نیستی، یعنی کبودیزار و اینجا و خیلی که در همه گالف کلوب ها هست مثل این خیلی ماشینجه ها یا بگی میگن که برای اونایی که در اینجا گالف میبازن یا مهمان هستن در اینجا در درون این کریک دبی در درآمدش جای هتل های هم هست و ویلا های خاص هم هست. اون مهمان هایی که در اینجا گالف میبازن یا اون آدمایی که در این اکادمی گالف تعلیم میگیرن با این بگی ها یعنی میگردن در درون این گلف کلاب. و یک راه دیگه برای اونهایی که مثلا زبان نمیدونن، برای زبان انگلیسی یا عربی را نمیدونن، من برای شما باز هم بعضی مواقع و بعضی سایت ها نشون میدم یا راهی که با
کسانی که مثلا زبان روسی میدونن یا زبان فارسی، با اونها هم کارها هست و یافت میشود. بیاید ببینیم. اکنون بیاید دوستا برای عیارها و یا برای آنهایی که زبان نمیدونم گفته این رو بهانه کردم مثلا زبان آموزی نمیخواهند و مثلا یکی میدونن زبان روسی یا زبان فارسی، یعنی که حتما میدونن اونا که اگر این ویدیو رو تماشا کرده باشن حتما همه زبان فارسی رو میدونن. یکی از سایت هایی که مثلا در اون با کار کریر یا وکانسیا گفته میشه در دبی این byte.com و در اینجا من برای شما نشان میدم طریقی که مثلا اگر شما با دانستن زبان روسی کار میکفته باشید میتونید در اینجا دارید. مثلا ما اینجا نوشتیم فیلتر به راشن و چقدر که میبینید در اینجا کارها برای همین دانستنی 57 کار برآمده ایستاده است. 57 کار از مخصوص برای آنهایی که زبان روسی میدونن. مثلا اینجا ببینید در دبی 31 تا، ابوظبی 11 تا، اجمان 5 تا، رسول خیمه، شارجه. اینجا میبینیم کارهایی چه خیلی هستن. سیلز پروموتر، راشن سپیکر، ببینید برای روسیه گوارشه. اینجا میگه که فامیلی فیلیپین اور راشن بیزنس ست اپ کانسلتانت، برای بیزنس کانسلتانت، برای اونهایی که مثلا میخواهند بیزنس خودشون در دبی، خیلی برای اینها مخصوص کمپانی هست که با اونها با کار اونها با سرکنی کار اونها دستگیری میکنن و کانسلتات میکنن، کار اونها رو پیش میبرن. در مثل این خیلی کمپانی کار کردن که مثلا زاپالتشون گفتن 1500 دلار مخصوص برای روسیه ها. فرانت آفیس اجنت، راشن سپیکر، هاستس، این برای اتل ها، اتل که در اجمان نه فرمان اجمان، یکی از اتل های 5 ستاره اجمان میگن که من 19 ینوار برآمده است که ما کارگر میخواهیم هاستس در اتل. وایتر، این افیتسانت، راشن سپیکر در ابوظبی افیتسان ها. فرانت آفیس ریسپشن، در آفیس، در ادمنستراتیو، در ریسپشن آفیس، در وقتی که با آفیس میداره در اونجا فقط زنانه روسیه گوارشی، دخترها یا زنها. باز باید میبینیم بیوتی منیجر، لابی هاستس، این هم با فکر میکنم میرکوری دبی بارشه، این هم برای هتل. عموما خیلی کارها بسیار است برای روسیه گوارشی هم، نه تنها فقط این سایت، با سایت ها هم زیاد است، لیکن فقط من خواستم یک دو وریانتی خیلی فقط دانستن مثلا ندانستن زبان انگلیسی یا عربی بسیار میگن کار نیست، کار نمیشه. من خواستم که برای شما نشون دهم که کار هم هست برای عیاره که زبان مختلف میخوان. مثلا اگر خواستید در اینجا میدارید میخوانید که چی طلب دارن. بسیار آنها نوشته هستن که مثلا دیپلم عالی هم در این کارا، مثلا در اتل کار کردن، در رستوران کار کردن، در سیلز، در گوید سنتر، در بوتیک کار کردن. در این بسیار کارها تماما دیپلم یا ویژه ابرزوانی لازم نیست. اینجا مثلا اگر شما روسی مثلا در اینجا چه خیلی گفتم وقتی که مثلا نوشتید اگر شما روسی رو نقد نمیدونید باشه، خواهید که مثلا کاری باشد که برای دانستن زبان فارسی باشد. فکر میکنم که البته مثلا اونهایی که اگر این ویدیو رو دیده شده باشن فارسی رو همه میدونن. فارسی می نویسید مثلا در اینجا برای فارسی زبان، اونهایی که فارسی زبان میدونن، و در اینجا برای شما میبرد کارهایی که فقط برای اونهایی که زبان فارسی رو میدونن برای اونها پیشنهاد شده است. حتما وقتی که مثلا دانستن زبان شما تنگ شد یا مثلا با حدودیت پیدا کرد با دانستن زبان روسی و فارسی، کارها هم کمتر میشد، وریانت کارها. یا اگر که مثلا خواستید اگر شما در اینجا گفتیم انگلیش برای اونهایی که زبان انگلیسی میدونن،
وقتی که اختیار کردیم زبان انگلیسی، خیلی که میبینید در اینجا کوری که الان پیشنهاد میشه در این وبسایت تقریبا 1500 کور هست و کورهایی هم هست که medical reception. این reception در درآمدگاهی медицинское учреждение یا больница یا کلینیک میبینید تقریبا $3000 برای همون ریسپشنی که در اونجا کار میکنند پیشنهاد میکنند. و چیزی که اگر گفتم وقتی که شما زبان انگلیسی را دانستید، پیشنهاد کار، ویباری کار، وریانت کارها خیلی بسیار میشد و هم معاشش هم خوبتر میشد. برای همین آدم باید عیار نباشد. دانستن این زبان چیزی که چند بار تکرار کردم برای شما این بهانه نیست. و همینطور میتونید در این وبسایت هم byte.com شما بینید وظیفه را و برای خود اختیار کنید. باز هم یکی دیگه سایتی که برای اونهایی که روسی میدونن این سایت نام این سایت ind.com. این سایت هم در دبی یکی از سایت های بزرگ است که در اینجا بسیار کارها پیشنهاد کرده می شود. در اینجا هم میتونید مثلا شما نویسین راشن یا پرسن سپیکر و کارها میبرد. وقتی که میبینیم الان وقتی که اگر شما انگلیسی میدونست باشه در اینجا کارها تقریبا زیاده از 4000 جاب یا وکانسیا هست که میتونید اینجا ببینید. office assistant تقریبا 10000 تا 10000 درهم، 3000 قریب $3000 پیشنهاد میکنن تا 12000 درهم معاش شما میتونید اینجا دارید و خوانید که چی طلبات دارد. و عموما این خیلی پیشنهادهای کار چیزی که در من نام ویدیو نوشتم 10000 کار و این سایت هایی که من برای شما نشان دادم حتما وقتی که در اینجا مثلا اختیار کردیم زبان روسی، ببینید این وبسایت موقع برای ما میگه که 103 تا کار است برای اونهایی که روسی صحبت میکنند، روسی میکنند. customer service, Russian and English speaker, cash manager. این در کمپانی بوده است که با بانک ها کار میکرده است، میتونم با بانک های دولت های SNG و معاشش میگن با این در این وظیفه تا 14000 یعنی تقریبا $5-6000 آمریکایی. Russian waiters این افیتسانتو. وقتی که کارگرای روسی وکانسی روس برای روس ها میگن، این معنا نداره که فقط برای روس ها، یعنی اونهایی که با روسی صحبت میکنن، اونهایی که از SNG هستن بیشتر سریسک پرستانس و همه اونها با اینجا داخل میشن و حتما باید که مثلا زبان روسی را خیلی ناز دونه. در اینجا میتونید شما مثلا اگر که روسی نقد میدونسته باشید نویسید فارسی، پرشین و باز هم برای شما وریانت های کار یکی فقط با اونهایی که زبان فارسی میدونن هست در این موقع میبرد. این بود دوستا 5 سایتی که برای شما نشون دادم و خیلی که گفتم با این 5 سایت ها برای گفتگو کار وکانسیا در دبی محدودیت نمیشد و بسیار دیگه سایت های هم هستند و بسیار شرکت های بزرگی حکومتی یا شرکت های گیگانت خاص در کار و وکانسیا رو در موقع در سایت های خودشان میگذارند و فکر میکنم اگر این ویدیو من بسیار پرسماتر گرفت، بسیار لایک شد و بسیار معقول شد و طلبکار بسیار شد، من باز هم ویدیو در آینده میکنم که برای شما اون موقع ها، اون
راهی که باز کار یافته میشد از اون موقع سایت‌ها برای شما پیشنهاد میکنم، نشان میدهم و سلگاش رو برای شما آماده میکنم که شما در اونجا برای خود وظیفه یا کار یابید. و برای این اگر یک کسی هم برای خود کار یافت و زندگیش تغییر داد، من خیلی خرسند میشم که برای کسی دستگیری کردم، برای کسی برای یک منشری زندگیش یا پیشرفت زندگیش ما سببگار شدم. فکر میکنم دانستن زبان، پیش بردن حیات یا فعالیت کاری خود، این هم مثل یک بازی است که باید بالانس و چه خیلی بازی کردن و چه خیلی پیش بردن نازکی‌هاشو باید دانی. اگر تعلیم گرفتی یاد میگیری پیش میری، اگر نخواستی در یک جا نشستی اون بازی هم دیگه یاد نمیگیری. مثلا برای کسایی که میگن من زبان نمیدونم، یک مثال من در اینجا کار میکنم در دبی، در رستوران کافه میتونید از ماشین فرموده چیز طلب کنید. بعد چای آورد. کم آده؟ How much جانا؟ How much? 2 dirham? Take. My friend, where are you from? Bangladesh. Bangladesh, huh? Okay. What is your name? Sakib. Sakib, huh? Yeah. You know good English language? Hey, English. Good ولا ما في good? Hey? Good ولا شوي. Okay, what how old are you? How old are you? كم عمرك كم? Umar 20. 20? 20. You are here new, huh? 1 year? New. 10 days. 10 days, huh? Yes. Just 10 days you come from Bangladesh, huh? Bangladesh. Yes. No language, no Arabic, no English. No. ما تعرف شيء، ها؟ Bangladesh. ما شاء الله. أنا I'm making for Tajiki people speaking Tajiki. You know Tajikistan? नहीं. ما في معلوم طاجكستان؟ ما في معلوم؟ روسيا معلوم؟ روسيا؟ روسيا؟ ما في معلومة؟ كل شيء ما تعرف. No English, no Arabic, no geography, huh? New. I am new. New, huh? Okay, this how much? Come هذا. Egg. English how much is English? One. One, huh? Okay, يلا شكرا. يلا thank you. Bye. ما خیلی که دیدید انسان 10 روز شده است بعد دبی اومدن، تماما چیره نمیدوند، زبان نمیدوند، یکی کار ایستاده است. و مثل این از ایندیا و از بنگلادش و از بعضی دولت‌های دیگه آسیا انسان ها بسیار هستند که تماما زبان نه انگلیسی میدونن نه عربی میدونن. و حتی بعضی منطقه ها هست که اینجا میدارید فکر میکنید که مثال دولتی خودشون باشد، برای اینکه بسیارا اکثرا آنها هستند و بدون زبان دانستن، بدون یگان زبان خارجی دانستن اینجا کار فعالیت میبرند. برای همین نه همه وقت نه در همه جا دانستن زبان مهم است. دوستان گرامی، باز یک بار دیگه برای شما میگم ندانستن زبان این یگان مشکلی کلان نیست. یعنی برای اینکه اگر شما خواسته باشید که زندگیتون دیگه کنید، با دیگه نپراولینی روید، با دیگه دولت سفر کنید، شما فقط عیارگیتون شکنید و زبان آموزید. یکم این زبانی حتما انگلیسی هست و آموختن اون از همه زبان ها دیده خیلی آسان است که فکر میکنم مثلا در 3 ماه شما برای تخصص خودتون خیلی خوب انگلیسی رو آموزید اگر حرکت کنید. اگر حرکت نباشد من نمیتونم گوید شما در جاتون شینید و زندگیتون دیگه عوض نکنید، برای اینکه شما خودتون نمیخواید. تماشا بینان گرامی، باز هم برای شما خاطر رسانی میکنم که
برای یافتن اون سلکه هایی که الان اون سایت هایی که برای شما من نشان دادم برای کاریابی در دبی، شما باید در پایان ویدیو نگاه کنید. ما سلک گروپ کاری ما گذاشته شده است. شما میتونید در اینجا دارید حسن الدین اتومبیلز و در اینجا جایی که سلکه ها گذاشته شده است، در اینجا همه اون وبسایت ها رو گذاشتگی هستیم ما میتونید ببینید. و در پایان باز اینجا هم جایی که ابسوزدنی هست در اینجا گذاشته شده است همین سایت ها. و در آینده باز در اینجا ما هم سایت ها و وکانسیاهو یا کارهایی که مخصوص از کدام شرکت ها پیشنهاد میکنن در اینجا ما نوشته میکنیم با آدرس و نمرهای اون شرکت ها. برای همین شما در گروپ ما پادپسات کنید و پدیلیت کنید به دیگر تا به کسی فایده شما و فایده ما نیز رسد. بعضی ها شاید به شما گویند که تو دیپلم نداری یا پروفسور نداری، در دبی برای تو کار نیست. با این گپا گوش نکنید، برای اینکه دبی به فکر من در دنیا با همین چیزش از بسیار دولت ها فرق میکند که در اینجا در بسیار تخصص ها دیپلم لازم نیست. یعنی انسان های من خودم در حیاتم خیلی بسیار دیدم که بدون مثلا داشتن دیپلم یا با داشتن دیپلم با دیگه تخصص در دیگه تخصص عموما خیلی کار میکنن، کارهای یعنی بلند مرتبه. و خودی من هم یک سکرت به شما میکشم. وقتی که 21 ساله بودم در دبی در همچون ریلتر در ریل استیت کار میکردم و هم باز هم در شوروم افت سالن. در اون وقت من دیپلم نداشتم. بدون دیپلم سیلز منیجر، حتی سیلز اکسکیوزیتی یا جنرال منیجر شدم در یک کمپانی کار کرده بودم. برای همین دبی با این خصوصیتش، با این چیزش فکر میکنم از بسیار دولت های دنیا خیلی فرق دارد. برای همین یکمین چیزی وابستگی از خودتان است و از تالنت خودتان. یعنی چقدر تالنت دارید، چقدر چالک و چاقون هستید و دانش و ملکتان یا پرکتیکتان چقدر است. بینندگان گرامی، باز دیگه دو راههایی که گفتم برای کاریابی در دبی، یکی از راههای خوب است. من در دیگه ویدیو برای شما نقل میکنم، نشان میدهم. در اینجا امروز ویدیو با آخر میرسانیم. برای اون که بیشتر مردم ببینن این ویدیو را، لایک مونید یا دیزلایک مونید مقبول نشده باشد، پدیلیت کنید و فکرهای خود، اندیشهای خود در پایان ویدیو نویسید یا یگان سوال ها داشته باشد در پایان ویدیو نویسید. من حتما ویدیوهای مخصوص میکنم با سوال جواب سوال های داده شده در پایان ویدیو. در اینجا پایان صحبت. در پناه خدا باشید و مع السلامه.